خلاصه بخش 4 از کتاب 48 قانون قدرت نوشته رابرت گرین. این بخش به قوانینی اختصاص داره که بر حفاظت از خود در برابر تهدیدات، حفظ قدرت و مدیریت روابط برای جلوگیری از آسیب پذیری تمرکز دارن. این قوانین به ما کمک میکنه تا از خطرات احتمالی اجتناب کنیم، موقعیت خودمون رو مستحکم نگه داریم و از نفوذ بیش از حد دیگران جلوگیری کنیم. قانون شماره 16: از غیبت برای ایجاد احترام استفاده کنید. این قانون تاکید میکنه که حضور بیش از حد میتونه ارزش شما رو کاهش بده، در حالی که غیبت استراتژیک باعث میشه دیگران شما رو بیشتر قدر بدونن و برای حضور شما مشتاق بشن. گرین پیشنهاد میکنه که با دوری گزیدن در زمانهای مناسب حس کمیابی و اهمیت ایجاد کنید، اما این غیبت باید با دقت مدیریت بشه تا به فراموشی منجر نشه. در یونان باستان قرن 5 پیش از میلاد، دبیریوس شاعر و نوازنده یونانی با محدود کردن اجراهای خودش تقاضا برای حضورش رو افزایش داد. او با غیبت‌های عمدی شهرتش رو به عنوان یک هنرمند نادر و ارزشمند تقویت کرد. گرین این رو نمونه‌ای از ایجاد حس کمیابی میدونه که احترام و تحسین رو افزایش میده. همونطور ستاره هالیوود در قرن 20 گرتا گاربو، بازیگر معروف، با کناره‌گیری ناگهانی از هالیوود در اوج شهرت مرموزتر شد و جایگاه افسانه‌ای خودش رو تثبیت کرد. این غیبت باعث شد که مردم بیشتر خواهان او بشن و شهرتش دوام پیدا کنه. قانون شماره 17: دیگران رو در حالت تعلیق و ترس نگه دارید. غیر قابل پیش بینی بودن یکی از ابزارهای قدرتمند برای حفظ کنترله. این قانون توصیه میکنه که با رفتارهای غیر منتظره دیگران رو در حالت عدم اطمینان نگه دارید تا نتونن علیه شما برنامه‌ریزی بکنن. گرین تاکید میکنه که این تاکتیک باعث میشه دیگران محتاط بمونن و شما رو قدرتمندتر ببینن. لویی 14 در فرانسه و قرن 17 با تصمیمات غیر منتظره مثل تغییر ناگهانی برنامه‌های دربار یا جابجایی ناگهانی مقامات، اشراف در حالت سردرگمی نگه می‌داشت. این غیر قابل پیش بینی بودن باعث می‌شد که درباریان همیشه مراقب رفتار خودشون باشند و جرأت توطئه نداشته باشند. همینطور بابی فیشر، شطرنج باز در قرن 20 و در مسابقات شطرنج جهانی با رفتارهای غیر منتظره مثل غیبت در بازی‌ها یا درخواست‌های عجیب حریفای خودش رو گیج می‌کرد. این تاکتیک روانی به او برتری داد و او رو به یک قهرمان مرموز تبدیل کرد. قانون شماره 18: خود رو منزوی نکنید اما از دیگران محافظت کنید. انزوا میتونه شما رو از اطلاعات، متحدان و فرصت‌ها محروم کنه و آسیب پذیر جلوه بده. این قانون توصیه میکنه که در میان دیگران بمانید، اما دیوارهای نامرئی برای حفاظت از خودتون ایجاد کنید. گرین تاکید میکنه که ارتباط با دیگران برای کسب اطلاعات و نفوذ ضروریه، اما باید مراقب نفوذ بیش از حد اونها باشید. مثل لویی فیلیپ در قرن 19 و فرانسه، لویی فیلیپ پادشاه فرانسه با انزوای بیش از حد از مردم و دربار از جریان‌های سیاسی بیخبر موند. این انزوا به شورش‌های مردمی و سرنگونی او منجر شد. همینطور کاردینال ریشلیو یا ریشلیو با حفظ شبکه‌ای از جاسوسان و متحدان در دربار اطلاعات لازم رو جمع‌آوری می‌کرد، اما با حفظ فاصله عاطفی از نفوذ دیگران بر خودش جلوگیری می‌کرد. این تعادل او رو قدرتمند نگه داشت. قانون شماره 19: بدانید با چه کسی طرف هستید. همه افراد یکسان نیستند. برخی خطرناکتر یا حساستر از دیگرانند. این قانون توصیه میکنه که پیش از تعامل شخصیت، نقاط ضعف و حساسیت‌های دیگران رو بشناسید تا از ایجاد دشمنی غیر ضروری جلوگیری بشه.
توهین به فرد اشتباه میتونه عواقب ویرانگری داشته باشه. مثلا کریستوف کلمب و اشراف اسپانیایی. کلمب با بی احترامی به برخی اشراف قدرتمند در دربار اسپانیا دشمنانی برای خودش تراشید که بعدها حمایت او رو تضعیف کردند. همینطور فوکه و لویی 14 نیکولا فوکه وزیر دارایی با نمایش ثروت خودش حسادت لویی رو برانگیخت چون او رو به درستی نشناخت. نتیجه این اشتباه زندانی شدن فوکه بود. قانون شماره 20 به هیچ کس تعهد کامل نه. تعهد کامل به یک فرد یا گروه قدرت مانور شما رو محدود میکنه و شما معرض آسیب قرار میده. این قانون پیشنهاد میکنه که با حفظ استقلال و بازی با هر دو طرف انعطاف پذیری خودتون رو حفظ کنید. گرین تاکید میکنه که وفاداری بیش از حد میتونه شما رو به دام بندازه. تالیران در فرانسه و قرن 19 یعنی شارل موریس دو تالیران دیپلمات فرانسوی با تغییر وفاداری بین رژیم‌های مختلف یعنی انقلاب فرانسه، ناپلئون و پادشاهی بوربون قدرت خودش را حفظ کرد. او هرگز به یک طرف تعهد کامل نداد و این انعطاف پذیری او را در بازی قدرت نگه داشت. همینطور ملکه الیزابت اول در قرن 16 با عدم تعهد کامل به هیچ یک از خواستگارهای خودش مثل فیلیپ دوم اسپانیا کشورها رو در رقابت نگه داشت و از این طریق نفوذ سیاسی خودش رو افزایش داد. به طور کلی این قوانین بر حفاظت از خود در برابر تهدیدات خارجی و حفظ کنترل در روابط تأکید دارند. گرین نشون میده که قدرت نیازمند تعادل بین حضور در جمع و حفظ فاصله، غیر قابل پیش بینی بودن و شناخت دقیق دیگرانه. مثالهای تاریخی از لویی 14 تا تالیران نشان دهنده کاربرد این قوانین در موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی. اما گرین هشدار میده که استفاده نادرست مثل غیبت بیش از حد یا توهین به فرد قدرتمند میتونه نتیجه معکوس بده. این قوانین به ما یاد میدن که قدرت نه تنها از طریق حمله بلکه از طریق دفاع هوشمندانه و پیشبینی خطرات هم میتونه حفظ بشه.